این راهی بین مرکزی ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین دهه شوراباد تا دهه دیودار می باشد. مسافه آن 3 کیلومتر 200 متر را تشکیل می دهد. این ماشین و دیگر تکنیک‌ها اینجا به ساختمان و نوسازی راه سفربر کرده شدند. ساختمان و نوسازی را با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و جلب شخصان سخاوتمند ساکنان دهه دیودار در دایره کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روز 14 ایول آغاز گردید. طبق نقشه مقرر نموده اعضای گروه مقامات خودفعالیت جمعیتی دیودار با نقشه گرفتیم که در دوام 20 شبانه روز که به واسطه شبانه روز کارها رفته ایستادند کاری آغاز نموده را انجام داده مورد استفاده قرار دهیم. وابسته به کارهای با نقشه گرفته و دستگیری صاحبکاران محلی اقدام داریم که بعد سنگفرش نمودن راه داخلی محله و به استفاده دهی در سال آینده به نقشه داریم راه مذکور را منفرش کرده مورد استفاده قرار دهیم. این راه در حالت ویرانه قرار داشت. مخصوصا فصل زمستان رفت آمد ساکنان و نقلیات را دشوار می‌گردید. اطلاع دادند ساکنان. ما ساکنان دهه دیودار مشکلی راه داشتیم در فصل زمستان و ناحیه را رفت آمد نمی‌توانستیم. شورانه سیاست پیشگرفته رهبر دولت که امروز تنجی و امانی مردم و تشبث کاری خودشون دستگیری مردم قطع امروز مردم سهم گذاشتند و در راه را بلند برداشتند تا اینکه در فصل زمستان مشکلی ما آسان گردد. راه مذکور ساختمانش طبق قاعده‌های ساختمانی راهسازی برآمده شده است. در نوبت اول کارهای پیش از منفرش نمودن راه تک‌کرسی آن انجام داده می شود. طور خود ساختمانچیان گفتند راه پست و ناهموار برای حرکت واسطه‌های نقلیات دشوارگذر بود. در بعضی قطعه‌ها لازم آمد که آن را 1 و 2 متر بلند کرده به دیگر قطعه‌های آن هموار و راست کنند. انشاءات مذکور در دوره انشاءات‌های جشنی در ناحیه به نقشه گرفته شده است. در دهه دیوداری جمعیت دیود شروع بود با دستگیری به‌واسطه صاحبکاران محل اینچنین ساکنان خودی محله دیودار در مسافه 3.2 کیلومتر روی بین دهه دیودار تا مرکز ناحیه سنگفرش کرده ایستادند. اینچنین هم شخصیت‌هایی که امروز می‌خواستند به زیارت خانه خدا برند اون رو اقدام کردند که همین مبلغی که برای زیارت خانه خدا می‌رفتند امروز در همین راه صرف کردند. همین اقدام‌ها نسبت راه‌های داخلی در محله‌های نوبنیاد نورافشان، محله دبیدیان، اوریونده در مرکز ناحیه اینچنین راهی بین دهه خواجه غلطان تا سیدره رو بنده به نقشه گرفتیم اقدام گرفتگی شده است. اگر ما عضو در همکاری با مؤسسه اداره نگهداری راه‌های ناحیه مقصد داریم که به‌واسطه تکنیکاش از سوی خود اداره راه‌ها و با سمگذاری خیلی اهالی مسئله هم سوزشواری هم چیز قد مبلغ علاقه مردم جمع کرده در اشهر دست سرجمانه همین کارو اتمام رسانده می شود. صورت کارهای ساختمانی با جلب واسطه‌های نوی تکنیکی همه روزه وسعت تازه پیدا می نمایند. از این رو در 2 قطعه ساختمان پل برا مانده شده است. این یکی از آن پل ها است. ساختمانیان با سنگ و شغل کشیده با مسائل ساختمانی و قوای کاری با جلب حشرچیان انجام داده شدند. انا در این منطقه راه باشد در درآمدگاه به دهه دیودار پل کلان و اساسی ساخته شده ایستاده است. در ساختمان آن از روی معلومات 30 تن سمنت خراجات گردیده است. همه روزه از 30 تا 60 نفر ساکنان دهه به حشر برآمده در کارهای ساختمانی پل سهم خود را گذاشته ایستادند. طبق نقشه ساختمانی کارهای پیش از منفرش نمودن راه مذکور تا جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به انجام می‌رسد. ساختمان راه در این دهه طریق حشر ساکنان را در سمت کارهای آبادانی محل باز هم نزدیکتر کرد. اینجا در این سمت ایده‌های نو روی کار آمدند. ایستگاه برای مسافران، چراغ نمودن کوچه ها، به شهر مانند نمودن سیمای دهه هم اکنون از جانب شخصان سخاوتمند در همین روزها ساخته شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.